دیروز خواستم اول دیویژن رو بخونیم، خب چون ایدی و کلاس نخوانده بودیم از خاطر دیویژن یا دیو امروز میخوانیم. دیو باز چیکار میکنه؟ شکیرم دانا باز کنم و هم اینترنت اکسپلورر. اینجا که من اینی انلاین CSS دارم، مثلا اینی رو ما میخوایم که پوزیشنشان در کجا بیای، مثلا اینجا بیای، یا مثلا اینی عکس که هستن، اینی عکس ما میخوایم که در اینی کنج در اینجا بیارم، یا فرض مثال اینی عکس که هست رو میخوایم در اینی کنج بیارم، یک چیز یک جای، یک چیز دیگه جای، یک چیز دیگه جای. این چطور بکنیم؟ از برای اینی تو چیزا باید ما شما چی استفاده کنیم؟ دیو استفاده کنیم. وبسایت دیزاینینگ وقتی که ما شما CSS استفاده میکنیم، بعد از کلاس و ایدی ما شما چی را زیاد استفاده میکنیم؟ دیو بسیار زیاد استفاده میکنیم، به خاطر پوزیشنینگ بسیار زیاد خوب به کار میاد. مثلا میگه که اینی در کجا باشه، بک‌گراندشان چی باشه، استایلشان چی باشه و پوزیشنشان کجا باشه. در اون صورت ما شما دیویژن استفاده میکنیم، دیو استفاده میکنیم. باش به خاطر که شما آسان بفهمین اینیا را کلش دیلیت میکنم. فعلا میرم دیلیت میکنم، تنها می بادی کتی یکی عنوانش میمونیم، ریفرش میکنیم، عنوانش هم پس کنیم که فعلا هیچ چیزی نداریم. سیز و اینجا یارم پاس میکنیم، خلاص ستایل داریم. ستایل شروع، ستایل ختم، و اینجا بادی شروع، بادی ختم، دیگه چیز نداریم. ما میخوایم که اینجا یک سه تا باکس جور کنیم، مثلا بیرق افغانستان وارد که یک باکس یک رنگ باشه، دیگه باکس دا پالیش دیگه رنگ باشه، دیگه ایش دیگه رنگ باشه، پوزیشن هایش که هر جای بخوایم. اول میایم اینجا یک استایل جور میکنم و او را یا کلاس یا ایدی. خب ما شما گفتیم که ایدی را چه وقت استفاده میکنیم؟ وقتی که کد بسیار تکراری نباشه، مثلا کد جاوا اسکریپت یا چیزا باشه، باز در اون صورت ایدی. و به خاطر دیزاین چیزا باز ما شما کلاس استفاده میکنیم. داتا نوشته کردیم، مثلا یک باکس جور میکنیم به نام کدام رنگ است؟ گرین، رد، گرین. به اینجا برش میگم که بک‌گراندشان چی باشه؟ بلک باشه. حالا اگه من ریفرش کنم، سیو کنم، تا هنوز خیلی چیز تغییر نامده، نه؟ هیچ چیز تغییر نامده، به خاطر که تنها یک استایل است. این استایل چی باید بگیره؟ اینجا ما و شما باید یک چیز داشته باشیم. مثلا یک پاراگراف جور میکنیم، فعلا پاراگراف در نوشته میکنم که بلک باکس، پاراگراف ختم، سیوش میکنیم. از چیزی بازم نیستن، پاراگراف باید بیایم، پاراگراف پیش رو اینجا چی نوشته شد؟ باکس نوشته شد. میشه کلاس کنیم. یک دیگه پاراگراف میگیریم، به این نوشته میکنیم که مثلا کدام باکس؟ رد باکس. یک دیگه گرین باکس. این سه تا باکس جور شد. هنوز باکس چیز نیست. ما میخوایم که این بلک در این پوزیشن بیه و یک کمی کلان شه و ویدور هایت داشته باشه و بک‌گراند کلرشان هم باید بلک باشه. دیگه ای را میاریم در یک دیویژن، در یک دیو مندازیم. در دیو که مندازی فقط اینجا نوشته میکنی که دیو شروع شد. تا کجا در دیو باید باشه؟ مثلا تا این بلک این در دیو باشه، دیو ختم. کدام دیو؟ حالا ما شما تنوز کلاسشان هم نگفتیم که در کدام کلاس باید باشه. باز اینجا باید کلاسش نوشته کنیم که کلاسش چی باشه باید؟ این گرین است نه؟ باش که بلک بسازیم چون بک‌گراندش بلک کردیم گرفتیم نه؟ یک نام میتیم، اینجا هر نامی که میتیم فرق نمیکنه. دیگه اینجا میگم که کلاسش مساوی با کدام کلاس باشه؟ سیوش میکنیم، ریفرش.
بک‌گراند کلر. باش که فونت سایزم بدم که یک کمی کلانم شد که مالم شد کیمیا سیاه سایز شد. بک‌گراندش کلر باید باشه که رنگم بگیره. بک‌گراندش کلر یگان جایی متوجه که نباشیم باز بگوین که اینی جایی مشکل شما خاموش شدین هیچ نمیگین که خیر آقا بفتاد و فونت کلرش داش کلر با مساوی واید بکنیم که یا فونت داش کلر می یا فیملی کلر می یا تنا فونت می. خیر فعلا بلک باکس باشه فونت رنگشون پسند می. این بلک شد. من دیگه باکس جور میکنم. امیر کپی پیست میکنم که دوتا شد. مثلا این را نام میتیم چی؟ رید. و بک‌گراند کلرشان هم رید میسازیم. و اینجا برای اینی یک دیو جور میکنیم که اینی رید هم در دیو بیاریم. دیو شروع شد و دیو اینجا ختم شد. این دیو کلاسشان از کدام کلاس میگیریم؟ از کلاس رید. سیوش میکنیم ریفرش میکنیم تا که رید شد. سایز دیگه هم جور میکنم. میره کپی پیست میکنم. ایرا یک نام میتیم مثلا گرین. بک‌گراندشان هم گرین میگیریم. سیوش میکنم. اینی پاراگراف دیگر باز که گرین است. ایرا در دیو گرین باز. دیو کلاسشان گرین. و ای دیو اینجا خط شد گرین. چند تا باکس جور شد؟ 3 تا باکس. حالا میایم پوزیشن هایش چنج میکنیم که مثلا اینی بلک در کجا میخوایم، رید در کجا میخوایم، دیگه در کجا میخوایم. ما شما پوزیشن داریم که باید برش نوشته کنیم که پوزیشن. 3 قسم پوزیشن داریم که پوزیشن هایش صحبت میکنیم. فعلا نوشته میکنیم که فیکسد. یک فیکس است، یک ابسولوت است، که ریلیتیو است. ما را با سبا میخوانیم که فرقشون چی هستن. خب یک پوزیشن باید داشته باشه. فعلا ما کدام پوزیشن نوشته کردیم؟ فیکسد. حالا اینجا پوزیشن لفت، رایت، تاپ و بوتام داریم. لفت، رایت، تاپ، بوتام. مثلا میگه که از لفت اینی لفت است نه؟ از لفت چقدر فاصله داشته باشه؟ به حساب پیکسل برش میگی. یا مثلا از تاپ از بالا چقدر فاصله داشته باشه؟ از رایت چقدر فاصله داشته باشه یا از بوتام چقدر فاصله داشته باشه؟ یعنی ما شما که فاصله میتیم لفت، رایت، تاپ و بوتام. هر یک 1000 طرف که فاصله میتیجه باید نوشته کنی. مثلا من میگم که لفت فاصله شون چند باشه؟ میگم یک 200 پیکسل باشه. پی ایکس اگه نوشته کنیم فرق نمیکنه، اگه نوشته نکنیم سیوش میکنیم ریفرش میکنیم. سکوی در کجا اومد؟ به اینجا اومد. یعنی از اینجا تا اینجا چند پیکسل فاصله پیدا کرد؟ 200. میخوایم که اینجا بخی تچ شود. اینی بجا سک یکم فاصله داره نه؟ میگم باید تچ شود. این فاصله کدام فاصله است؟ تاپ است. باز اینجا نوشته میکنی که تاپ. میگم تاپش چند پیکسل باشه؟ 0 تا که بخی کجا بیه؟ یا مثلا میگم که نه یکمی پایین بیه. میگم تاپشان هم چند باشه؟ مثلا 400 پیکسل. ریفرش میکنم کجا آمد؟ 400 نه 200 یا 1.5 ریفرش میکنم اینجا. اگر میخوای کلان شو ویدور هایت برشان میتین. ویدور هایت هم شما خواندیم نه؟ چی رو نوشته میکنی؟ وید که ویدشان چند باشه؟ میگم یک چند پیکسل باشه؟ 100 پیکسل. و هایتشان هم هایتشان چند پیکسل باشه؟ ایرم 100 پیکسل میگیرم که مربع آره مال میشه. فش میگیرم یعنی یک توم 100 پیکسل شد و این تو هم 100 پیکسل شد. حالا میخوایم که سرخ در کجایش بیه؟
در پالوی ازی بیا در پالوی ازی که بیا اینه برای ازی هم لفت و رایت میتی سرخینی هست نه برای ازی هم چی رو برش میتی پوزیشن میگم پوزیشنش چی باشه فیکسد باشه خب از لفت چقدر فاصله داشته باشه این فاصله ازی از لفت چند پیکسل است 200 پیکسل است و ویت ازی چند است 100 پیکسل است نه 200 اینی فاصله شد و 100 خودشان شد چند میشه 300 میشه این سرخ وقتی که میخوایم که سرخ در پالویش بیاین چقدر فاصله برش میدم 300 ویتور هایدم امی برش میدم که ویتور هایت شون همیشه و تاپ ازی چند بود 1.5 این را هم 1.5 میتیم که از بالا فاصله شان یک چیز باشه اینا سیوش میگنه ریفرش میگنه سرخ در کجا آمد چرا در فالو آمد بخاطر که 200 بود 100 بود نه 300 و این را ما فاصله 300 دادم فالوش آمد و از بالا فاصله از این مساوی بود از این مساوی این فالو بالا آمد حالا میخوایم که گرین هم بیا گرین در کجاش بیا دای پالوش بیا باز گرین لفت باید چند بدم از این چند است 200 بود 50 بود نه 50 300 یعنی این را من 300 فاصله داده بودم نه دیگه شه باید چند بدم گرین این همین رو کپی میکنیم فقط ویلیویش چنج میکنیم پوزیشن فیکسد لفتش چند صد 400 تاپ شمو برابر باشه که یک چیز بیه و لفت رو هایت هم داشته باشه فرش میکنیم سیست این رو ما شما چی میگیم دیو میگیم دیویژن حالا در بین از که هر چی باشه اگه پاراگراف باشه مثل که پاراگراف بود اون پاراگراف رو منجا انتقال بده اگه عکس باشه عکس هم منجا انتقال بده چیزی که باشه انتقالش بده فهمیدی این رو دیو میگم مشکل نیست اینجا همین بس